یه ماشین خاص هم توش هست، یه ماشینی به نام زیس ZIS. حالا نکته جالب این ماشین شخصی است که داخلش نشسته. ماکتش هم ترسناکه. استالین، این ماشین استالین بوده. ماشین آقای استالین که اومدن این بالاش نوشتن Stand with Ukraine، برای اینکه همدردیشون رو با اوکراینیا نشون بدن. یه بار دیگه ببینیم استالین در این ماشین میشسته. استالین چه کردی با دنیا؟ هر جا پا گذاشتی نابودش کردی. ماشین جناب آقای استالین.